داستان از یه روز خیلی معمولی شروع شد. یه راننده پشت چراغ قرمز منتظر بود، اما ناگهان احساس کرد که توی دنیای سفید فرو رفته و اون لحظه بود که فهمید دیگه هیچی نمیبینه و اینطوری شد که توی شهر بدون نام و با شخصیت‌های بدون نام یه کوری واگیردار شروع شد. کوری که به رنگ سفید بود. این اولین مورد بود و بعد از اون همه مردم به سرعت دچار این کوری شدند. حالا تصور کنید این فاجعه رخ داده و آدم‌هایی که خودشون کور شدن و میدونن که هیچ کس دیگه‌ای هم نمیتونه اونها رو ببینه و قضاوت کنه، چه رفتاری از خودشون تو موقعیت سخت نشون میدن. ساراماگو، نویسنده کتاب که برنده جایزه نوبل ادبیات هم هست، معتقده که اعمال انسانی در موقعیت معنا میشه و ملاک مطلقی برای قضاوت آدم‌ها وجود نداره. اون این رمان معترضانه اجتماعی سیاسی رو نوشته تا به ما بگه که در جهان امروز هم ما شاید دچار نوعی از کوری هستیم، به نحوهی که جلوی چشم ما داره اتفاقهای زیادی میفته اما ما اونها رو نمیبینیم و اون تو این کتاب سعی داره که ما رو بینا و بیدار کنه.